سلام، خوبین؟ یه اتفاق خیلی قشنگ افتاد توی خیلی از این اتفاقا میفته. خیلی کارا میشه که من نمیرستم، به خدا نمیرستم بگم. قرار گذاشتیم تو مدرسه ها هر بچه‌ای که یه غزل از حافظ حفظ کنه 100,000 تومان همون روز به معلمان پول دادم، گفتم اینا رو همون روز جایزشونه بده. خب خیلی از مدرسه ها انجام دادم، پولاشون رو دادیم و خیلی هم ذوق کردن، جشن گرفتن فلان اینا. مدرسه دود رامون توی چهارمال بختیاری زنگ زدم به معلمشون، میگم که آره پول این بچه‌ها رو دادی؟ گفت بهشون دادم نگرفتم. گفتم چجوری نگرفتم؟ میخوام ببینیم که چه اتفاقای قشنگی میفته، لذت بخشه. گفتم بچه‌ها، گفتم اینقدر شعر میخونیم که حیوان فرپولاشه که میده، باش میخوام یه میز پینگ پونگ بخریم، کجا رو فکر میکنم؟ من ناراحت شدم و خوشحال شدم. به معلمشون گفتم همین حالا پولاشونو بده، برو یه میز پینگ پونگ هم بخر براشون، کیفش ببرن. این بچه‌ها لایقه خیلی بیشتر از اینا و من خیلی همشون رو دوست دارم و ما همشون رو خیلی دوست داریم. اینا بچه‌های ما، اینا بزرگ میشن و ما یه افتخار همه ما میشن، به افتخار همشون کف بزنیم. خدا